گفتم آن خاصیت چگونه توان حاصل کردن؟ گفت در میان سخن بگویم اگر فهم کنی. گفتم چون از این دو کوه بگذرم آن دیگر را آسان باشد یا نه؟ گفت آسان باشد، اما اگر کسی داند بعضی خود پیوسته در این دو کوه اسیر مانند، بعضی به کوه سیوم رسند و آنجا قرار گیرند، بعضی به چهارم و پنجم و این چنین تا 11. هر مرغ که زیرکتر باشد پیشتر شود. گفتم چون شرح کوه قاف کردی حکایت گوهر شب افروز کن. گفت گوهر شب افروز هم در کوه قاف است، اما در کوه سیوم است و از وجود او شب تاریک روشن شود، اما پیوسته بر یک حال نماند. روشنی او از درخت طوباست. هر وقت که در برابر درخت طوبا باشد، از این طرف که تویی تمام روشنی نماید، همچون گوی گرد روشن. چون پاره ای از آن سوی تر افتد که به درخت طوبا نزدیک تر باشد، قدری از دایره او سیاه نماید و باقی همچنان روشن. و هر وقت که به درخت طوبا نزدیک تر می شود، از روشنی قدری سیاه نماید سوی این طرف که تویی، اما سوی درخت طوبا همچنان یک نیمه او روشن باشد. چون تمام در پیش درخت طوبا افتد، تمام سوی تو سیاه نماید و سوی درخت طوبا روشن. باز چون از درخت درگذرد، قدری روشن نماید و هرچه از درخت دورتر می افتد، سوی تو روشنی وی زیادت می نماید. نه آنچه نور در ترقی است، اما جرم وی نور بیشتر می گیرد و سیاهی کمتر می شود و همچنین تا باز در برابر می افتد. آنگه تمام جرم وی نور گیرد و این را مثال آن است که گویی را سوراخ کنی در میان و چیزی به آن سوراخ بگذرانی. آنگه تاسی پر آب کنی و این گوی را بر سر آن تاس نهی، چنان که یک نیمه گوی در آب بود. اکنون در لحظه ای 10 بار همه اطراف گوی را آب رسیده باشد، اما اگر کسی آن را از زیر آب بیند، پیوسته یک نیمه گوی در آب دیده باشد. باز اگر آن بیننده که راست از زیر میان تاس بیند، پاره ای از آن سوی تر بیند که میان تاس است، یک نیمه گوی نتواند دیدن در آب، که آنقدر که او از میان تاس میل سوی طرفی گیرد، بعضی از آن گوی که در مقابله دیده بیننده نیست نتواند دیدن، اما به عوض آن از این دیگر طرف قدری از آب خالی بیند. و هرچه نظر سوی کنار تاس بیشتر می کند، در آب کمتر می بیند و از آب خالی بیشتر. چون راست از کنار تاس بنگرد، یک نیمه در آب بیند و یک نیمه از آب خالی. باز چون بالای کنار تاس بنگرد، در آب کمتر بیند و از آب خالی بیشتر، تا تمام در میانه بالای تاس گوی را تمام بنگرد. آنجا تمام گوی از آب خالی بیند. اگر کسی گوید که زیر تاس خود نه آب توان دیدن و نه گوی، ما به آن تقدیر میگوییم که بتوان دیدن اگر تاس از آبگینه بود یا از چیزی لطیفتر. اکنون آنجا که گوی است و تاس، بیننده گرد هر دو بر می آید تا این چنین می تواند دیدن. اما گوهر شب افروز و درخت طوبا هم بر این مثال گرد بیننده بر می آید.